سلام، خوش اومدید به 4مین ویدیو از برنامه‌های کانال آقای قهوه. هدف ما بررسی قهوه تخصصی و ارائه مطالبی از این دسته. پس برای اینکه بتونی بقیه ویدیوها رو ببینی لطفاً آقای قهوه رو سابسکرایب کن و زنگوله یادت نره. خب بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. هدف از ارزیابی قهوه پیدا کردن قهوه مورد نیاز و کنترل و نگهداری از کیفیت و یک نواختیه. پنل های مختلف قهوه رو به صورت تصادفی ارزیابی میکنن که خطاش 0 بشه. چون به وسیله انسان کشت میشه، ارزیابی اونم فقط و فقط به وسیله انسان امکان پذیره. در زبان شدت ها، بافت و 5 تمبر رو حس میکنیم. چرا یه سری شیر کم چرب دوست دارن، یه سری شیر پرچرب؟ به خاطر بافتشه. مثلا شیر پرچرب کریمی تره و بافت سنگین تری داره و ممکنه که یه سریا شیر کریمی تری دوست داشته باشه. ما فقط این 3 شاخصه رو با زبانمون احساس میکنیم، بقیه مربوط به دماغ میشه و این احساس بویاییه که ترشی انار و ترشی آلو رو برای من از همدیگه تفکیک میکنه. خب المان‌های تاثیرگذار در طعم و عطر. اولین المان بیس موقعیت جغرافیاییه که شامل خاک، شرایط آب و هوایی و لوکال مختص لوکاله. به این معنی که پرتقال اینجا با پرتقال اون سر دنیا فرق میکنه. برای قهوه هم دقیقاً به همین منواله. المان بعدی روش‌های فراوریه که شامل واشت کافی یا فراوری خیس یا نچرال کافی یا فراوری خشکه. در واشت کافی اسیدیته بالا میره چون در فرایند تبخیر اسیدها به وجود میان و به داخل قهوه نفوذ میکنن. در نچرال کافی زمان همجواری قهوه و میوه بسیار زیاده. چون زیر نور آفتاب قرار داره، شکر داخل قهوه دچار فرایند کارامالایز میشه و شاخصه های طعمی میوه روی دونه قهوه اثر میذاره که باعث تغییر توی شاخصه های طعمی اون میشه. المان بعدی برشته‌کاری یا رست قهوه است. دونه رطوبت خودش رو از دست میده و باعث میلارد ریاکشن یا تجزیه اسیدها میشه و سپس شکر داخل اون به کارامل تبدیل میشه که بهش کاراملایزد میگیم. هرچی در برشته‌کاری جلوتر میریم اسیدها کمتر میشن. بعد از کرک اول طعم‌ها پدیدار میشن. در لایت روست اسیدها زیاد و شیرینی کمه و هرچی جلوتر میره اسیدهای بیشتری تجزیه میشن. در مدیوم روست همه چیز بالانسه و در نهایت دارک روست که به کربن تبدیل میشه. المان بعدی و آخرین المان ما دماوریه. این 7 مورد دلایلی مبنی بر تلخ شدن و تغییر طعم قهوه هستند. کهنگی یا تازگی که بهترین زمان مصرف بین 5 تا 12 روز بعد از رسته. دیفکت های مزرعه یا دانه های ناقص، برشته‌کاری روشن یا تیره، درجه آسیاب، اکسید شدن قهوه، عصاره‌گیری بیش از حد که خودش 2 مورده، یکی حرارت بالای آب که کافئین و کلروژنیک اسید آزاد میکنه که دلیل اصلی تلخی قهوه است و دیگری بیش از حد رد شدن آب و برای مورد آخر هم خاستگاه‌های قهوه هم تأثیر گذاره. پروتکل‌های ارزیابی قهوه بر اساس دفترچه ارزیابی پیشنهادی انجمن تخصصی قهوه. 1. آماده‌سازی رست که شامل سمپل رست و آسیاب. 2. فضای کاپینگ که باید یه فضای بسته باشه بدون نفوذ نور، صدا، بو، دمای اتاق و فرکانس موبایل نباشه. گزینه بعدی وسایل پیشنهادیه که ترازو، کاپ کاپینگ، قاشق، مداد، تخت شاسی، آب جوش، فرم و غیره است. ظرفی که درونش قهوه رو کاپ میکنید بهتره به شکل کره باشه. بهتره سرامیکی باشه، داخلش تیره باشه و حجمش بیشتر از 200 میل نباشه. اگر دیولوپ رو توی رست به درصد میگیرید نباید بیشتر از 10% باشه. اگه به زمان میگیرید نباید بیشتر از 1 دقیقه باشه. تفاوت بین کرک اول تا دمای پایانی نباید بیشتر از 8 الی 10 درجه باشه که طعم‌های سوخته داخل فنجون نیاد. بعد از برشته‌کاری بعد در دمای اتاق نگهداری کنید قهوه رو. خیلی سرد یا گرم نباشه. بهتره به سمت سردی بره اما نه به سمت فریز شدن. نسبت آب به قهوه 150 میل به 8.25.
یعنی در واقع به ازای هر 11 گرم قهوه 200 میلی لیتر آب. از هر قهوه 5 کاپ و در هر ست بیشتر از 6 قهوه کاپ نشه. پیشنهاد میشه که قهوه های همگروه رو با همدیگه کاپ کنید. وقتی وزن میکنید حتما باید دونه باشه. پودر نباید باشه. چیدن 6 ست دور میز، هر طرف 3 ست و هر نفر کنار 1 ست میسته. قهوه که آسیاب شد شروع به بو کردن میکنید. بعدش آب رو آزادانه میریزید. دمای آب باید 92 درجه باشه و TDS آب باید بین 125 تا 175 باشه. شروع میکنیم به ریختن آزادانه آب. بین 3 تا 5 دقیقه صبر میکنیم تا روی قهوه کبره ببنده. اونو میشکنیم، بو میکنیم و بعد جمعش میکنیم. چون تمام آروماها در بخش‌های پروتئینی و چربی قهوه هست، دیگه آرومایی نمیتونی ازش بگیری. و زمانی که کبره جمع میشه بین 6 تا 8 دقیقه زمان میبره برای کاپ کردن. درجه آسیاب نباید خیلی درشت یا خیلی ریز باشه. باید تقریبا مثل نمک دریایی باشه. قهوه بهتره که توی 3 مرحله ارزیابی بشه. اول توی زمانی که دماش بین 60 تا 70 درجه است. دوم زمانی که بین 30 تا 40 درجه است و سوم زمانی که میرسه به زیر 30 درجه. توی هر بخش یه سری از شاخصه ها رو بهتر میتونید متوجه بشید. فرم کوالیتی اسکیل از 6 شروع میشه. 6 تا 6.75 قهوه خوبیه. 7 تا 7.75 زمانیه که واقعا خوب باشه و وقتی که لبخند به لبت بیاره 8 به بالا میگیره تا 8.75. 9 به بالا هم چیزیه که انقدر هیجان انگیزه که تا حالا تستش نکردی. برای رایحه خشک 15 تا 30 دقیقه زمان داریم که البته بالای 15 دقیقه در کیفیت قهوه تاثیر منفی میذاره. بهتره که کاپ ها در داشته باشن تا روند اکسید شدن قهوه کندتر بشه. وقتی آب رو ریختید و کبره شکل گرفت تا هر چقدر که بخواید میتونید بذارید کبره بمونه، اما یک بار شکستنش کافیه و بعد از جمع کردن کبره قهوه شروع به سرد شدن میکنه. در مرحله اول فلیور یا طعمیات‌ها رو داریم و بعد افترتست یا طعم نهایی که بهتره توی دمای 60 تا 70 درجه ارزیابی بشه. فلیور طعمی هست که ما به خاطر میاریم، نه طعم خود قهوه. با هورت کشیدن روی زبون اسپری میشه که باعث میشه بهتر آروماها رو دریافت کنیم. 3 تا ست 5 تایی میشه کاپ کرد و نکته مهم اینه که حتما زیر نمره ها توضیحات بنویسید. مرحله بعدی اسیدیته، بادی و بالانسه و نتیجه گیری کلی. آیا چقدر بالانسه؟ آیا شیرینیش کمه؟ آیا ترشیش زیاده؟ همونطور که گفتیم قهوه ها رو به 4 دسته آفریقایی، آسیایی، واشت و نچرال تقسیم کنید. اما نکته مهم اینه که کاپینگ باید بلایند باشه. موقع کاپینگ نباید صحبت کنید چون پیشداشت‌های ذهنی تأثیر گذارن. ریاکشن من به نفر بغلی تأثیر گذاره. هیچی نباید بدونی. دونه رو نباید بدونی. اورژین رو نباید بدونی. فقط سردسته این میز مثلا آسیاییه. اگه قهوه ها آسیایی باشه و لابلاش اتیوپی بره، اون اتیوپی نمره خیلی خوبی میگیره و بقیه نمره کمی میگیرن. به خاطر همین باید دسته‌بندی ها رعایت بشه که خطا نده. در کل اسپشیالیتی کافی یا قهوه تخصصی نمره بالای 80 داره. 80 تا 85 خیلی خوبه، 85 تا 90 عالیه، بالای 90 دیگه یه چیز بی‌نظیریه. برای تمرین اول طعم‌های اصلی رو بسازید، تقسیم بر 2 و 3 کنید و به ازای اضافهش آب اضافه کنید که با غلظت‌های مختلف بتونید اونو تست کنید. برای تمرین دوم میتونید رژیم 7 تا 10 روزه بگیرید. مثلا توی 10 روز کلن یکی از اون 5 طعم اصلی رو از غذاتون حذف کنید. بعد از اون زبونتون به طعم‌های اصلی حساس میشه. یه تمرین دیگه میتونه تلفیق شدت‌های مختلف باشه. مثلا یه شوری لایتو با یه ترشی دارک و حالا چیزهای دیگه از این قبیل رو و اینکه حدس بزنید که چی هستن. و برای نکته آخر، خوردن غذاهای تند، الکل و سیگار میتونه روی پرزهای پاپیلو تاثیرات منفی بذاره.
خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر هر سوالی در رابطه با مطالب گفته شده داشتید میتونید کامنت بذارید. ما سعی میکنیم که در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم. پس تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.